حاجی میگم من از همون اول میخواستم دکتر بشم. تو الان پزشکی، الان دکتر نیستی که بگیم تو دکتری. خب ابله دارم میگم من از همون اول، یعنی چی؟ از همون بچگی میخواستم دکتر بشم. چه مغزی داری تو؟ ای بابا من زر میزنین، شما نمیذارین بخوابم. اصلا دکتر قضیهش چیه؟ چرا رفتی تو فاز دکتر؟ هیچی بابا ولش کن، نفهمی بهتره. خب بگو دیگه، مگه با من شوخی دارم؟ بگو قضیهش چیه؟ هیچی بابا، باز رفت تو فاز اکسپلور اینستاگرام چیزی جویه شد. نه بابا دیدی این دکتر خانوما رو آمپول میزنن؟ من از اون دکترها دوست دارم. اسکل، خانوما برا خانوما آمپول میزنن، آقایون برا آقایون. خب خودمو شبیه دختر میکنم میرم آمپول میزنم، کاری نداره که. من یه فکری کردم، یه راه داره. چه راهی میشه بهم بگی؟ تغییر جنسیت بده.